سلام به همه دوستای خفن خودم. امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. من سجادم و امروز قراره که با هم دیگه این چاقویی که توی جنگ جهانی اول به بابا بزرگم رسیده بود و با هم دیگه تبدیلش کنیم به یه چاقوی $1000. الان اصلا رنگ و رو نداره و هیچ جذابیتی برای ما نداره، انگار که توی همون سالا گیر کرده. میخوایم یه خورده آپدیتش کنیم و یه چیز خیلی جذاب و خفن از توش در بیاریم. حتما با من همراه باشید. شما هم میتونید این کار رو انجام بدید و چاقوهاتون رو یه سر و شکل دیگه، یه جذابیت دیگه و یه حال دیگه بهش بدید. پس بریم که با هم دیگه شروع کنیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ما اول نیاز داریم که سطح زنگ زده چاقومون و کثیفش رو با استفاده از دو تا سنباده چاقو، سنباده نرم و سنباده زبر تمیز کنیم. اول شما یه خورده سنباده‌تون رو خیس می‌کنید برای اینکه بهتر باشه. زیاد شده کامل تمیز بشه، وگرنه کاری که میخوایم ما انجام بدیم به خوبی جلو نمیره. تمیز میکنیم. خب به نظر میاد که اوکی. حالا من یه خورده دیگه سنباده میکشم، دوست ندارم کارم بد در بیاد. دست باید. خب بچه ها، توی این مرحله نیاز به الکل دارید یا پد الکلی استفاده کنید. حالا من چون الکل داشتم میذارم از همین استفاده میکنم. روی سطحتون که میخواید نقاشی رو بکشید میندازید که تمیز بشه. کار ما کاملا تمیز شد دیگه، نه چربی داره نه آتاشقالی، هیچی نداره. میریم که کار اولمون رو انجام بدیم. شما نیاز به اسپری رنگ یا یه دونه لاک ناخن و اینا دارید. میخوایم که اسپری رنگ رو بپاشیم روی این، کلا قطعه کارمون رو سفید کنیم و رنگامیزی کنیم و ببینیم ادامه ماجرا باید به چه صورت پیش بیاره. بریم که با هم دیگه داشته باشیم. بعد گذشته تقریبا 1-2 ساعت که گذشت، کاملا رنگ روی چاقو خشک شده. با هم دیگه میخوایم روی این طرحی که اینجا میبینید و با استفاده از این برگ کاربن بندازیم روی چاقو و ادامه مراحل کارمون رو ببینیم که به چه صورته. روی اینجا اوکیه و با مداد میایم اون خطوط رو پررنگ میکنیم و اون بر روی سطحمون بیفته. من تا اینجا رو کشیدم. الان بریم که نتیجه کار رو با هم دیگه ببینیم. من که این به چه صورت در اومده. امیدوارم که خوب شده باشه. این نتیجه کار حکاکی روی چاقوه. شما برای این مرحله نیاز به یک
تیغ یا یه چیز تیز دارید که جاهایی که با هم دیگه جاشو انداختیم و طرحشو کشیدیم و باید در بیاریم با این و اون محل‌ها رو رنگشو از بین ببریم. خب بریم شروع کنیم. بچه از اونجایی که این نواحی، حالا از اولی که ما این کارو کردیم رنگ زدیم و این نواحی رو به این صورت در آوردیم و اینا، همش هدفمون اینه که یک حموم الکترولیت درست کنیم و با استفاده از اون این فلز قربانی بشه و این نواحی که ما دوست داریم به شکل اژدها برامون در بیاد خورده بشه. در ادامه این کار با من باشید که بریم این حموم رو درست کنیم و ببینیم به چه صورته. تیکه از چاقو واسه این که رسانایی ایجاد بشه باید کار رو زخمی کنیم. تیکه رو اینکه شما چه سمت مثبت یا منفی رو میچسبونید به قطعتون مهم نیست توی عمل، چون در هر صورت باعث خوردگی فلز میشه. فلز رو با تمام احترام و محکم بودنش میخوره. ما نیاز داریم به این محلولمون آب و نمکه، ترجیحاً آب یه خورده گرم باشه بهتره. خب شروع کنیم زدن روی این نقاطی که پوشش وجود نداره به صورت آهسته شروع میشن به خوردن. اصطلاحاً حموم الکترولیت در حال تشکیل دادنیم. نگه میداریم تا خوردگی اتفاق بیفته. البته حواسمون باشه به این عمق خوردگی و اینا دست ماه دیگه، هرچی بیشتر اینجا نگه داریم بیشتر خورده میشه. یه صدایی هم میده. خب بچه من یه بار دیگه گوش زدم تا خوردگی بیشتر اتفاق بیفته. تمیزش کنم ببینم چه صورت در اومده. همونطور که میبینید طرحمون افتاده روی این، داریم رنگ رو از بین میبریم. چاقوی خیلی خفن و جذاب شد. خب به اینجا کار رسیدیم. اینجا در اومد، رنگا رو بیشتر از بین بردم. پلاستیک دست چاقو رو باز کنم و اینکه میخوام اگه بشه با مداد یه خب بچه‌های عزیز، اینم از ویدیو امروز ما که چاقومون رو بازسازی کردیم و یک طرح خیلی قشنگ روش انداختیم. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه. با ما همراه باشید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.